روزه پشتت بیشتر شد، شونه هات افتاده تر. پیرامون تو ببین با دقت، میسوزن خشک و تر، میسوزن خشک و تر، میسوزن خشک و تر. این که زاده آسیایی رو میگن جبر جغرافیایی، این که لنگ در هوایی سکونت شده سیگار و چایی. این که زاده آسیایی رو میگن جبر جغرافیایی، این که لنگ در هوایی سکونت شده سیگار و چایی. این که زاده آسیایی رو میگن جبر جغرافیایی، این که لنگ در هوایی سکونت شده سیگار و چایی. این که زاده آسیایی رو میگن چیه پس تو سره، این که لنگ در هوایی سکونت شده سیگار و چایی. هیچ کس دور و برت نیست، همه رو بردی زیاد. چند تا موی دیگت سفید شد ای مرد بی اساس. جشن تولد تو باز مجلس عزاست، بریدی از اساس. روزه پشتت بیشتر شد، شونه هات افتاده تر. پیرامون تو ببین با دقت، میسوزن خشک و تر، میسوزن خشک و تر، میسوزن خشک و تر. این که دستاتو روی سر میذارن، این که باهات هیچ کاری ندارن، این که تو بازیشون راهه، این که تو بازیشون راهه، این که سر به سر میذارن به سر. زاده آسیایی رو میگن جبر جغرافیایی، این که لنگ در هوایی سکونت شده سیگار و چایی. این که زاده آسیایی رو
سفید شد ای مرد بی اساس. جشن تولد تو باز مجلس عزاست، بریدی از اساس. روزه پشتت بیشتر شد، شونه ها افتاده تر. پیرامون تو ببین با دقت، میسوزن خشک و تر، میسوزن خشک و تر، میسوزن خشک و تر. که زاده آسیایی رو میگن جبر جغرافیایی، این که رنگ در هوایی سکونت شده سیگار و چایی. این که زاده آسیایی رو میگن جبر جغرافیایی، این که رنگ در هوایی سکونت شده سیگار و چایی. این که زاده آسیایی رو میگن چیه پس تو سره، این که لنگ در هوایی سکونت شده سیگار. میبینی رفتی به باد، هیچ کس دور و برت نیست، همه رو بردی زیاد. چند تا موی دیگر سفید شد ای مرد بی اساس. جشن تولد تو باز مجلس عزاست، بریدی از اساس. روزه پشتت بیشتر شد، شونه ها افتاده تر. پیرامون تو ببین با دقت، میسوزن خشک و تر، میسوزن خشک و تر، میسوزن خشک و تر. گزارشی داریم از یک شنبه گذشته که این ورزشکاران برای اولین بار مقابل فدرال بیلدینگ برای کمک به زلزله زدگان نمایشی را اجرا کردند.
دزدیدن رویت مرا دزدیدن رویت مرا ایران عزیز در دل نباشد آرزو بگشا چشم خویشتن دفع غم را کن عدو لایق نباشد نزد من جانم رو نماید جان بود لایق نباشد نزد من زندان زدن پوریا یوسفی پسر آقای منوچهر یوسفی هست که 5 سالشه و به این خون میخوایم جو بشن برو لطفا تشویق کنید بمانند وطن آن جای دیگر نیست بمانند وطن جای دیگر نیست سلام خدمت همه بینندگان. من منوچهر یوسفی هستم که در حدود 22 ساله توی این ورزش هستم، یعنی از سن 14-15 سالگی این ورزش شروع کردم از دوران دبیرستان و به این امیدم وارد لس آنجلس شدم. 5-6 سال 84 اومدم اینجا. به این امیدم اومدم که اینجا که این ورزشی که ورزش ملی ماست، ورزش سنتی ماست، آمیخته با فرهنگ ماست، به این ملت دنیا نشون بدیم. این که زاده آسیایی رو میگن جبر جغرافیایی، این که رنگ در هوایی سکونت شده سیگار و چایی، این که زاده آسیایی رو میگن جبر جغرافیایی، این که رنگ در هوایی سکونت
شده سیگار و چای، این که زانه آسیایی میگن چیه پس تو سره، این که لنگ در هوا میاد صبحونت شده سیگار و چای، این که زانه کبریایی میگن چیه پس تو سره، این که لنگ در هوا میاد صبحونت شده سیگار و چای. هفته گذشته و در روز جهانی کوروش بزرگ اولین زورخانه سنتی خارج از کشور به نام زورخانه پوریای ولی با حضور جمعی از علاقه‌مندان و اهل قلم و ورزش در شهر لس آنجلس افتتاح شد. در این زورخانه تمامی وسایل ورزشی یک زورخانه در کنار یک گود استاندارد و سردم محل قرارگیری مرشد وجود دارد. در این برنامه که با سرود ملی ایران آغاز شد، ورزشکاران با میانداری پهلوان منوچهر یوسفی به نمایش فعالیت‌های این ورزش پرداختند. منوچهر یوسفی بنیانگذار این زورخانه کار ورزشی خود را در سن نوجوانی با کشتی آغاز کرد و در سن 16 سالگی به مقام قهرمانی کشتی در سطح آموزشگاه‌های کشور رسید. سپس به ورزش باستانی روی آورد و تا پیش از انقلاب به طور مداوم هر ساله مقام‌های متعددی را در بخش‌های مختلف این ورزش چون چرخ و میل کسب کرده است. او که تمامی طراحی و ساخت ابزار و وسایل این محل را خود انجام داده، درباره راه اندازی این زورخانه میگوید: ما چون به ناچار مهاجرت کردیم در این مملکت، جوانای ما و خودمون مجبوریم با فرهنگ و کالچر اینجا بس زندگی بکنیم دیگه، چون نمیتونیم که هر چی که توی ایران داریم همون با همون اخلاق و آداب و رسوم ایران بیام اینجا زدیم. من نمیگم آداب و رسوم آمریکایی بده، ولی همش خوب نیست، درجه یک نیست. آداب و رسوم ایرانی هم همش درجه یک نیست، ولی خوب خودمونو با خوب اینا میتونیم قاطی بکنیم. حداقل یه کاری بکنیم که یه چیز شایسته از جامعه ایرانی نشون بدیم، به دنیا نشون بدیم که ما ورزشمون اینه، ورزشمون فقط احترام و ادبه. بچه‌هایی هم که میان اینجا همه یاد میگیرن که چریختی متواضع و فروتنی رو یاد میگیرن. ورزش باستانی که به عنوان قدیمی‌ترین ورزش ملی ایران از آن نام برده شده، در زمان یعقوب لیث صفار در حدود سالهای 250 هجری قمری و با هدف بالا بردن توانایی رزمی عیاران و مبارزان ملی در مقابل هجوم تازیان و اشغالگران به وجود آمد و هر کدام از ابزار این ورزش نیز در جهت پرورش بخش خاصی از قدرت و توانایی مبارزان در جنگ‌های تن به تن مورد استفاده قرار می‌گرفت. در ایران فکر می‌کردن که مردم فقط مسلمان ورز باشن. نه، اینجا اینجوری نیست. اینجا هر مذهب و هر آیینی که داری برای خودت، اصلا صحبتی نمیشه که چه دینی داری، فقط انسانیت مهمه. انسان بودن درسته مهمه که اینجا توی گود همه در کنار هم دیگه، همه بنده های خدا هستیم، در کنار هم دیگه ورزش میکنیم. فقط بیان و ورزش بکنن و از این مکان استفاده بکنن که ما بتونیم خیرشو ببینیم. گزارش آرش راد، صدای آمریکا، لس آنجلس. شده سیگار و چای، من خراباتیم آزاد پرست، در خرابات مغان عاشقم. با آنکه برتری پوریای ولی بر همگان آشکار بود، اما او به رسم از خودگذشتگی و برای آرامش دل مادری از رقیب خود شکست خورد. میکشندم چون سبو دوش به دوش، میکشندم چون سبو دوش به دوش، میبرندم توبتم دست به دست. اگرچه این قصه باعث خشم حاکمان زمان شد، اما نام پوریای ولی به عنوان یک پهلوان جوانمرد در دلهای مردم ما نسل به نسل به نیکی جاودانه باقی مانده است. من مستم بابا حیدر مدد، من مستم بابا حیدر مدد، از غم شکستم بابا حیدر مدد، از غم شکستم بابا حیدر مدد. دوست دارم این جوونا بیان جلو، همونجوری که بزرگترها اجازه دادن ما بیان جلو درس پس بدیم،
اینا رو درست کردم، میخوام یه برنامه دارم دور گود و میخوام یه کارایی بکنم. اینا هم چوبا رو میچسبونیم به هم دیگه، خب میل درست میکنیم. اینا هم دستگاهمونه، تمام این میلا هم اینجا ساخته شده، هیچ کدوم از ایران نیاوردیم. زمانی که حمله چپاولگرانه اعراب به فرهنگ و سنن مردمانه ایرانیان وحشیانه و دشمنانه بود، زورخانه ها در دخمه های بدور از چشم متجاوزان عرب بنا شدند. در مخفیگاه‌های زورخانه رسم پهلوانی شیوه مبارزه با دشمنان فرهنگ و ادب شد و در زورخانه ها جوانمردی و بزرگمنشی را آموختند و تجربه کردند. منوچهر یوسفی با چنین کوله‌بار تاریخی در شهر شرمن اوکس کالیفرنیا زورخانه‌ای پر از دیدنی‌ها برای حفظ فرهنگ انسان دوستی و سلامتی روح و روان بنیان نهاده است و نام پوریای ولی را برای آن انتخاب کرده است. نگهدارم به عشق نیکو نگهداشت بابا حیدر مدد وگرنه صد قدر نفتاده بشکست بابا حیدر مدد وگرنه پهلوانی به زور بازو و قدرت و این چیزا نیست. در از پهلوانی در اصلش از گذشت و فداکاری میاد. خیلی کسا هستن که 10 ها مدال طلا دارن ولی از ما بین همه اینا یک نفر تختی میشه. مرحوم تختی مقام پهلوانیشو از موقعی به دست آورد که با مدوید کشتی گرفت و اون موقع که کشتی گرفت چون مدوید دست چپش آزرده بود، در کل این کشتی که میگیره نه دست چپش رو استفاده میکنه نه دست چپ اون میگیره، دست نمیزنه به دست چپ اون، که وقتی که کشتی تموم میشه کشتی رو واگذار میکنه به مدوید. مدوید دست خود غلامرضا تختی رو میاره بالا، میگه این برنده است، این قهرمانه نه من، چون خود اون میدونستش که اگر دست چپش رو اینو میگرفت کاملا ضعف اون بود دیگه، ولی سر تا سر کشتی این کار نکرد. این گذشت و فداکاریه که یه نفر رو به پهلوانی میرسونه. زنم بردیده تا دل گردد آزاد بابا حیدر مدد. زنم بردیده تا دل گردد آزاد بابا حیدر مدد. من خراباتیم و باد پرست
در خرابات مغان عاشق و مست میکشندم چو سبو دوش به دوش میکشندم چو سبو دوش به دوش میبرندم چو قدح دست به دست میبرندم چو قدح دست به دست